های اهالی فینیتو، من به عنوان دم الاغ کدخدا 2 سال است که مشغول خدمت رسانی به شما می باشمندی. امروز می خواهم از دستاوردهایم رونمایی بکنمندی. دستاوردهای من انقدر زیاد می باشندی که می خواهم تا جایی که حلقوم دارم فقط از دستاوردهایم همی بگویم. من قیمت این چغندر را به اندازه قیمت پهن کاهش همی دادم. تنها چغندری که تو فینیتو قیمتش اندازه پهنه خودتی، ریسیس چغندر. آقا سیانمایی نکن، من همان هستم که در این مدت 4 میلیون خانه همی بسازم. اگر ساخته نشد بروید یقه آن را بگیرید که همی نساخته. من کارم وعده بود که همی دادم. توی 6 کلاس ارزه ساختن یک دیوار طویله را هم نداری. ساکت! بابا، من همانی هستم که به جاهایی سفر همی کردم که پای هیچ بری بشری تا به حال نرسیده بود. کلی عایدات داشتم. کدوم عایدات نفله؟ خرج سفرت از عایداتت بیشتر شده بابو گلاوی. آخرش هم با خودت میمون آوردی که در فینیتو احساس غریبی نکنی. اصلا اینها را بگذارید کنار. من همانی هستم که با یک کانال مشکل دریاچه می اورو را حل همی کردم. خاصیت آن کانال بی خاصیت این بود که تو چند تا عکس با آن بگیری. دریاچه می اورو خوش شده، حیف نون. یا پایین کمتر شر رو ور بباف، سرمون رفت نفل بی خاصیت. دروغگو دروغگو دروغگو. شماها چرا مثل یابو همینطور مرا بر و بر نگاه همی میکنید؟ من کجا دروغ گفتم؟ قال قال، مگر برای تو و نوه‌هایت خانه همی نساختم؟ شل شل، مگر برای تو از دقوز آباد الاغ چاسی بلند همی نیاوردم؟ فرفر، مگر برای تو مزرعه چغندر را نینداختم؟ کت خدا کجایی؟ قرار بود از نان و آب اهالی فینیتو بزنم و در حلقوم تو بیتت بریزم. این وعده هم را همی عملی کردم. ریسیس دزد بی حیا، دم به الاغ کدخدا. ریسیس دزد بی حیا.